سلام دوستان عزیز، این نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است. باواریا که با سبب دامنگیر نشدن به وبای پرسول پرقوت گردید، یکی از رقیبان اصلی این تیم در وطن RB لیپزیگ باشد، برعکس بازیگر فروخت. این نفر مارسل خالستنبرگ است که به تیم گانوور از لیگ دوم بر عوض 500,000 یورو فروخته شد. دفاعگری البته نولازم به دسته ردبول به تیم برگشت که آنجا قدم‌های نخست فوتبالی را بر چمنزار گذاشت و شرطنامه 2 ساله هم امضا کرد، زیرا اگر شکستگی هم باشد ولی تا حال ریختگی نیست. بر زمین اجاره خاوی سیمونز PSG به RB لیپزیگ دفاعگرش را فروخت. این هم دفاعگر مرکزی الشادای بیتشیابو می باشد که در تیم آلمانی RB لیپزیگ ادامه مسندی ورزشی می کند. بیتشیابو از تیم جوانان PSG گذشته اولین شرطنامه کسبی خویش را با باشگاه سال 2021 امضا کرده بود. در عموم در صف پاریژیا دفاعگر 19 بازی در همه مسابقه ها گذرانیده در صف PSG قهرمان دو کاراته فرانسه گردیده است. با تیم لیپزیگ باشد این فوتبال باز 18 ساله شرطنامه مهلتش تا ماه یونی سال 28 امضا نموده در تیم نوش بیتشیابو تحت رقم 5 برآمد می کند. در این باره خدمات مطبوعاتی تیم لیپزیگ خبر می دهد. طبق معلومات وسایل اخباری عامه ارزش گزارش قریب 15.5 میلیون یورو را تشکیل داده است و همچنین دسته پاریژی 25% مبلغ فروش من بعده بازیگر را به دست می آورد. بازیگر دیگری فرانسوی که به خاطر 1 تن و 200 کیلوگرم گناه‌های سربار انسانی از ماه اکتبر سال 21 از فوتبال دور ماند و فقط کارش سودکشی و از پس پنجره نشینی بود، اخیراً به فوتبال برگشت و در وطن جای کار یافت. این هم سابق بازیگر منسیتی بنجامین مندی است که به خاطر جنایت‌های تجاوز به ناموس 2 سال از فوتبال قفا ماند، ولی بعد بیگناه اعلام گردیدنش دسته فرانسوی لاریان به کمکش شتافت. فرانسوی 29 ساله در تیم نوش تحت رقم 5 برآمد می‌کند. 14 ایول معلوم گردید که سابق بازیگر منچستر سیتی وقتی بررسی آخرین پرونده ها عاید تجاوز به ناموس بیگناه دانسته شد. شرطنامه مندی با شهری‌ها باشد تابستان امسال به انجام رسید و او بازیگری آزاد گردید. خلاصه گپ همین که از جنایت صادرکنی و کارهای غیر اخلاقی یک زمان بازیگری تعریفی به قول گوشش را کشیده است، ولی مهم آن است که مندی باید در فوتبال دیگر باره آبرو برقرار کند. وارث ناموفق لیواندوفسکی از پولشا که یک زمان هر قدمش در میدان گل بود، با امضاکنی شرطنامه در ترکیه اخیراً درک داد که در اروپا دیگر خاک از دستش نمی آید. این هم کشیشتاف پیانتیک می باشد که به پول به استانبول به شکل گزارش کرد. این هم بازیگر است که یک زمان او را گرتا بر عوض 27 میلیون یورو خرید و میلان باشد از برایش به جنوا 35 میلیون یورو دریغ نداشت. با تیم ترکیه باشد پیانتیک شرطنامه 3 ساله امضا کرد. در موسم 22-23 پیانتیک در صف سالرنیتانا تاریخ اجاره از گرتا بازی کرده بود و چطوری دیدم با انجام مهلت شرطنامه‌اش در اروپا کسی از برایش نگریست. این بازیگر 28 ساله یک زمان رخشان را هم به مثال ورزشگران ما از تعریف زیاد و ایجاد داستان‌های سرشمار ممکن که به قول مردم کلوب پایشان را آب برده باشد. یا حتی برابر به یک پای لیواندوفسکی هم بازی نکرد و اخیراً در ترکیه به نفقه می رود. النصر رونالدو باشد چون تیم‌های دیگر عربی از دعوت بازیگران اروپایی سری نداشته، این نوبت نیم حمایتگر لنز سکا فافانا را بر عوض 25 میلیون یورو خریداری کرد. نیم حمایتگر 28 ساله که در موسم قبلی لیگ یکم فافانا 35 بازی در لنز گذرانید، 7 گل زد و 5 پاس گلی ارسال همدستگان نمود. از این پس غیر از گرفتن پولی کلان باز در بیابان‌های عربی و سفری می‌براید. ممکن بعد آوردن چنین بازیگران تنومند دسته رونالدو اقلاً چمپیون عربستان سعودی شده تواند. مشتزن معروف الکساندر اوسیک باشد بعد آنی که در باکس همه را معیوب کرد و کلی کمربندها را به کیف آورد رو به فوتبال نیاد. این مردک جنجالی با تیم فوتبالی پالسی از اوکراین شرطنامه 1 ساله بست. اوسیک در صف دسته از ژیتامیر تحت رقم 17 برآمد می کند. درباره جزئیات دیگر شرطنامه
بعداً اطلاع داده می شود. شروع از موسم 23-24 دسته پالسیه در لیگ اولی اوکراین برآمد می کند. فکر می کنم بعد آمدن اوسیک به این تیم بیشتری حریفان را پالسیه با پیروزی تکنیکی 3-0 مغلوب می کند، زیرا کم اندر کم فوتبال بازانه به قول دل و گرده دارند که با این سنگین وزن قهرمان در میدان 7 و 8 کنند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.